تا حالا شده یه جمله انگلیسی رو بخونی، معنی همه کلماش رو بدونی اما باز هم نفهمی منظور جمله چیه؟ اگه جوابت بله است، احتمالاً دلیلش چیزیه که امروز قراره یاد بگیری. فرض کن این دوتا کلمه رو کاملاً بلدی. look یعنی نگاه کردن و up یعنی بالا. پس اگر این جمله رو ببینی You can look up any new words in your dictionary. فکر میکنی یعنی به کلمات جدید نگاه کن؟ نه. اینجا دقیقاً یکی از بزرگترین تفاوت‌های انگلیسی واقعی با انگلیسی کتابی رو میبینی. سلام، من خاطر شمس هستم، به تور انگلیش آکادمی خوش اومدید. امروز میخوایم یکی از مهمترین رازهای انگلیسی طبیعی یعنی phrasal verbs رو یاد بگیریم. عباراتی که اگر اونها رو یاد نگیری حتی با داشتن دایره لغات خوب هم در مکالمه و فیلم ها دچار مشکل میشی. تا آخر این ویدیو همراه من باش چون در پایان یاد میگیری چطور این عبارت ها رو خیلی راحت تر یاد بگیری. اول ببینیم اصلا phrasal verb چی هست. phrasal verb معمولاً از دو قسمت ساخته میشه، یه فعل و یه پارتیکل، یعنی کلمه‌ای مثل up, out, on, through. وقتی این دو کنار هم قرار میگیرن اغلب یه معنی کاملا جدید ایجاد میکنن. For example, look up, go through, make out. نکته مهم اینجاست که دیگه نباید این دوتا کلمه رو جداگانه ترجمه کنیم. از این به بعد باید کل عبارت رو مثل یه واژه جدید تو ذهنمون نگه داریم. اما سوال اصلی اینجاست، اگه معنی کلمه ها کمکمون نمیکنه پس چطور باید معنی فریزال ورب ها رو حدس بزنیم؟ جوابش رو تو اسلاید بعد میبینیم. یکی از رایج‌ترین اشتباهات زبان آموزا اینه که معنی تک تک کلمات رو با هم جمع میکنن. مثلا میگن لوک یعنی نگاه کردن، آپ یعنی بالا، پس لوک آپ هم باید چیزی درباره نگاه کردن به بالا باشه، اما در واقع اصلا اینطور نیست. لوک آپ یعنی search for information، یعنی جستجو کردن اطلاعات. به همین دلیل همیشه توصیه میکنم فریزال ورب رو به صورت یک واحد یاد بگیرید، نه دو تا کلمه جدا. این کار هم یادگیری رو راحت‌تر میکنه و هم هنگام صحبت کردن سریعتر به ذهنتون میاد. بیایید اولین مثال واقعی رو ببینیم. You can look up any new words in your dictionary. اینجا look up یعنی جستجو کردن. دقت کن، هیچ ربطی به نگاه کردن نداره. اگه بخوای یه مترادف ساده‌تر استفاده کنی میتونی بگی search for. از این به بعد هر وقت look up رو دیدی ذهنت مستقیم به جستجو کردن بره، نه معنی لغوی کلمه. حالا یه مثال دیگه. I will go through your application form with you. اینجا go through یعنی از ابتدا تا انتهای چیزی رو با دقت بررسی کردن. مثلا یه فرم، گزارش، قرارداد یا مقاله. دو مترادف خوب برای اون میتونیم از ریویو و اگزامین استفاده کنیم. اگه تو محیط دانشگاه یا محل کار انگلیسی صحبت میکنی این عبارت رو خیلی زیاد خواهی شنید. تا اینجا دیدیم که معنی فریزال ورب ها رو همیشه نمیشه از روی کلماتش حدس زد. حالا یه مثال دیگه میبینیم که این موضوع رو کاملا ثابت میکنه. I just can't make Jake out at all. اینجا make out یعنی understand، یعنی درک کردن. مثلا ممکنه حرف کسی رو متوجه نشی یا شخصیت اون رو درک نکنی. دقت کن که باز هم معنی هیچ شباهتی به معنی جداگانه make و out نداره. این دقیقاً همون ویژگی فریزال ورب ها. حالا برسیم به ساختار. آیا همه فریزال ورب ها مفعول میگیرن؟ خیر. بعضی از اونها مفعول دارن مثل look up a word، اما بعضی اصلا مفعول نمیخوان مثل things are looking up، یعنی اوضاع در حال بهتر شدنه. اینجا بعد از looking up هیچ مفعولی وجود نداره. یه نکته جالب اینجاست که حتی یه phrasal verb هم ممکنه در معنی‌های مختلف رفتارهای متفاوتی داشته باشه. اینجا look up دو کاربرد متفاوت داره. look up search for information، این کاربردش متعدی یا ترانزیتیو هستش و مفعول میگیره. For example, look up a word, look up the address, look up the information. در همه این جمله ها چیز رو جستجو میکنی، پس مفعول وجود داره. تو حالت دوم look up به معنی improve هست. این یه معنی دیگر از همین phrasal verb. For example, things are looking up. Business is looking up. اینجا معنی میده اوضاع در حال بهتر شدنه. تو این کاربرد دیگه مفعولی وجود نداره و فعل لازم یا intransitive هستش. پس بعضی معانی یک فریزال ورب متعدیه، بعضی معانی دیگه همون فریزال ورب لازمه. به همین دلیل در دیکشنری ها میبینی که برای یه فریزال ورب چند معنی مختلف نوشته شده و کنار هم هر معنی مشخص میکنن که ترانزیتیو هستش یا اینترانزیتیو. پس هنگام یادگیری فریزال ورب ها فقط معنی رو حفظ نکن، حتما یاد بگی که اون معنی مفعول میگیره یا نه. حالا بیاین با نوع دیگری آشنا بشیم. بعضی phrasal verb ها جدا شدنی هستن، یعنی separable phrasal verbs. For example, bring back something or bring something back.
هر دوتاشون کاملا درست هستن. این ویژگی تو مکالمه خیلی مهمه چون باعث میشه جمله ها طبیعی تر به نظر برسن. اما همه اونها اینطور نیستن. بعضی phrasal verb ها اصلا جدا نمیشن. بهشون میگن inseparable phrasal verbs. For example, look after. تو جمله I look after the baby نمیتونم بین look و after فاصله بندازم. پس علاوه بر معنی باید بدونیم هر phrasal verb جدا شدنی هست یا نه. و حالا مهمترین تکنیکی که باعث میشه phrasal verb ها رو هیچ وقت فراموش نکنی. بزرگترین اشتباه زبان آموزا اینه که فعل و پارتیکل رو جداگانه حفظ میکنن. این کار رو انجام نده. همیشه کل عبارت رو یاد بگیر. For example, look up means search for. Go through means review. Make out means understand. دقیقاً همونطور که یه واژه جدید یاد میگیری با فریزال ورب ها هم همین رفتار رو داشته باش. این روش باعث میشه که هنگام صحبت کردن خیلی سریعتر اونها رو به یاد بیاری. بیایید خیلی سریع مرور کنیم. امروز فهمیدیم که فریزال ورب از یک فعل و یک پارتیکل ساخته شده. یاد گرفتیم که معنی اونها معمولاً با معنی کلمات تشکیل دهنده متفاوته. دیدیم که بعضی از اونها مفعول میگیرن و بعضی نه. همچنین با فریزال ورب های جدا شدنی و جدا نشدنی آشنا شدیم و 4 عبارت کاربردی هم یاد گرفتیم. look up, go through, make out, look after. اگر فقط همین 4 عبارت رو امروز به خاطر بسپاری، یه قدم مهم به انگلیسی طبیعی نزدیکتر شدی. تبریک میگم. اولین درس فریزال verbs رو با موفقیت تموم کردی. تو درس بعدی یاد میگیریم که چرا خیلی از فریزال verb ها الگوهای معنایی مشترک دارن و چطور میتونی معنی اونها رو راحت‌تر حدس بزنی. حالا دوست دارم از تو بشنوم کدوم فریزال verb برات جدید بود؟ جوابت رو تو بخش کامنت ها بنویس. اگه این آموزش برات مفید بود، ویدیو رو لایک کن و کانال تور انگلیش آکادمی رو دنبال کن تا درس‌های بعدی رو از دست ندی. تا ویدیوی بعدی موفق باشی.